سلام دوستای عزیز، وقتتون بخیر. جلسه اول گیتار آموزش چهارچار رومبا. همون اول من سبکم اینه، اول ریتم چهارچار رومبا رو یاد میگیرم، بعد میرم سراغ قیمت، چون این بعد خیلی راحته، کاری نداره. این برم خیلی راحته با سبک من. سبک من چیه؟ از بالا به پایین بدنتو بخوابون. همین الان که داری نگاه میکنی 1 2 3 4 5 6 7 8. ببین با من آموزش داری میبینی، جای دیگه سرچ نکن. اگه میخوای یاد بگیری واقعا، اصلا اون اینو گفت این رو علکی اون اصلا ولش کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 بالا، همین. یعنی اینو اگه نتونستی خودتو بخارونی اصلا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. 1 2 3 4 5 6 7 8. این یه چیپی داره 5 رو پنجمی. 1 2 3 4 5 6 7 8. بشین بچه جان بشین. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینو نمیتونی خدا وکیلی با نگاه. 1 2 3 4 8 رو بکش، بعد بیار بالا پنجه رو 7 8. تمام شده رفت بگارش. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینو نتونستی چیکشو در بیار. انگشتتو اینجوری بگی بزن روش، با این ور خفه کن، خودت قلقش دستت میاد. یعنی اینو بشین یه روز کامل تمرین کن، دوزاریت میافته که چجوری بشه، بعد میشه اصولیشو میزنی. این روش مثل جت جواب میده.